آقا بقید قارقار نکنید، به هر حال این ماره. مار؟ بله مار. همون مار که میره تو سوراخ؟ بله ماری که نیش میزنه. این مار نیست که. پس چیه؟ مار یه جور دیگه که در زبان فارسی ما یه جور مار داریم، اونم اینه که من نوشتم. در آبادی ما یه جور مار داریم، اینجوری که ما می نویستم. این شکل ماره. خب شکل ماره دیگه. اما ما ماری که باید یاد بگیریم و بنویسیم اینه. آخه این مار نیست که، ما چیزی که مار نیست چرا یاد بگیریم بگیم ماره؟ ها؟ چه بعد آقا راش میگه؟ آره؟ ها؟ مار اینه که من نوشتم. مار اینه که ما نوشتم. برو از سرکار استوار بپرس مار کدومه. چرا از سرکار استوار بپرسیم؟ ما خودمون این همه مار دیدیم. مار اینه که ما نوشتم. همین اون مار نیه. بهت میگم مار اینه که من نوشتم. میم الف مار جزمی مار. مگه تو حرفت نمیشه پسر؟ چرا داد میزنه؟ مار اینه که ما نوشتم. شما بگین. برو کنار. این مار آقا معلم ماره، یعنی که ما نوشتم اینجا ماره. صبر کنی ببینم. این مار نیست؟ اون وقت این ماره. بفرما. دیدی ما گفتم؟ مار که دیگه ما دیدیم که. بفرمایین شما درس بدین، بنده میشم شاگرد. شما بشین آقایله باختن تو اون نمیده. باشه ما خودم درس میدم. آقا شما یه تون درس بدین. باشه بعد آقای ساکت فضول بی تربیت. آقا معلم داره درس میده. خب حالا ما چه درسی بهشتون بدم؟ به مار اینه که ما خودم اینجا نوشتم. ماره میره تو سوراخ، نیش میزنه. نیش. هر وقت یه سوراخ میبینین فکر نکنین مار توش نیه، باز بترسین. خیال کنین مار توشه، انگشتتون رو هیچ وقت نکنین تو سوراخ. یهو میبینین مار توشه، نیش میزنه. نیش. بعضی مارا میخندن، هم نیش میزنن هم نیششون وازه. بعضیا مارا عینک دارن، چشمشون ضعیفه، عینک دارن. اگه عینک نزنن نمیتونن کتاب بخونن. اواس عینک بزنن تو بخونن. مثال آقا بعضی ما را دندونشون میکشن. دندونشون درد میگیره، میرن دندون سازی دندونشون رو میکشن. همه جور مار هست. مارای بزرگ هم هست. مار اینقدیش هم هست. اینقدی هم هست. سند آقا ما کلفتش هم دیدم اینقدی. مارای خونه قوچله اینا بزرگ کلفتن اینقدی. اینقدیش هم خودم دیدم اینقدی. اون که دیگر مار نیست، آن مارمولک هست. خفا؟ فضول بی تربیت؟ آقا معلم داره درس میده. وقتی حرف میزنم اجازه بگی. سند آقا اجازه هست؟ ما بلدیم مار بگیریم. بلدی؟ ما اصلا مارگیریم. همیشه مار میگیریم میبریم شهر، میفروشیم به انیست و فاستون. یکی نشون بده به آقا معلم ببینه مار چجوریه، یاد بگیره. باشه چشم. مار نمازخونم هست، مهر داره. مهرش اگه آدم ورداره خوبه. چون آقا میگه مهر مار خاصیت داره.